اگه میخوای توی مهمونی همه ازت بپرسن این بالا رو چجوری درست کردی، این آموزش برای توه. خیلی ساده: آرد، نشاسته ذرت، آرد سرخاری، پودر انبه، فلفل قرمز، پاپریکا، آویشن، ادویه باربیکیو و پودر دود، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه رو با هم مخلوط کنین تا یک دست. ترکیب این ادویه ها طعم فوق‌العاده‌ای به بال مرغ اضافه میکنه، ولی در صورتی که به هر کدوم از این ادویه ها دسترسی ندارین میتونین حذفشون کنین و دشواری نداره. حالا روی بال مرغ یه برش بزنین که مواد مرینیت بهتر بهش نفوذ کنن و با ماست، سرکه، ادویه دود، فلفل قرمز، پاپریکای دودی، پودر سیر، پودر باربیکیو، نمک و فلفل سیاه ماساژشون بدین و 2 ساعت توی ظرف دربسته بذارشون یخچال تا مزه ها به خورد بال مرغ برن. حالا میتونین توی فر یا سرخکن بدون روغن آمادهشون کنین. فقط اول حسابی به آرد آغشتشون کنین و بعد حتما آرد اضافهشون رو بتکونین و روی سینی بچینینشون و بذارین 40 دقیقه با دمای 180 درجه سانتیگراد بپزه. قبل از اینکه بریم سراغ سس انبه، خیلی ممنون میشم که برای حمایت از من فقط این پست رو لایک کنین. دمتون گرم. اگرم کامنت بذارین که دیگه خیلی ذوق میکنم. حالا برای سس انبه که مخصوصا با فلافل و سوخاری عالی میشه، یه لیوان آب، یه استکان سرکه، 2 قاشق غذاخوری پودر انبه و 1 قاشق چایخوری فلفل قرمز رو با حرارت ملایم اونقدر هم بزنین تا به صورت کاملا یک دست به همچین غلظتی برسن و سس انبه لذیذتون آماده بشه. حالا این بالهایی رو که 40 دقیقه پختن و دیگه تقریبا آمادن، از سرخکن در بیارین و روش از سس انبه‌ای که آماده کرده بودین بمالین و دوباره این مزه های فوق‌العاده رو 5 دقیقه بذارین توی دستگاه تا این بشه نتیجه کار. به به، فوق‌العاده است و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس نوش جانتون.